اكو طالباكو جاوبت كي كتابي كي يعني كي غافسيش وبزرگيش باهاش اعتنا برابر است. و کتاب چخیل میبردن چخیل میخوندن. یعنی دعوا دارد که مثلا 5000 کتاب خونده بود. یعنی که این یه واهمه بزرگ است. این چیز اگر این معلومات در همین کتاب انسیکلوپدیاشون نمیشد من نمیگفتم چه. استاد چرا امروز بنام بعضی روشنفکران با قرآن و اعتقاد اکثر مردم هجوم دارند؟ بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ببینید یه بیماری است. یه بیماری است که تمام دنیا رو فرا گرفته. مقصد هجوم به رمز و مقدسات است، چون که رمز و مقدسات از پا افتونن و مردم چه خیلی میخواهند همه خیلی به راههای بد برن. لیکن یک مسئله عربی است میگوید که کسی خانه شیشگی باشد خانه دیگر روی سنگ نپرتد. یا به اصطلاح تاجیک میگه اول گریبان خودش باید بکنه. بدون شخصیت همین خودی شخصی که همین شبهه ها رو افکنده شده است میخواد ذهن مردم هر طرف کشول کند. یعنی دعوا دارد که مثلا 5000 کتاب خونده بود. یعنی که این یه واهمه بزرگ است که گویا که 5000 کتاب خونده باشه، چون که اصلا از گپ زنیش و حرف زنیش معلوم است که این آدم صاحب 5000 کتاب نیست. یعنی که این آدمی که 5000 کتاب خونده است به این شکل مردم خطاب نمیکنه. دیگه دعواش چی است؟ میگه که من فقط گویا که نیاگان خدا احترام بکنیم، در دین نیاگان باشیم. این انسان چه دین نیاگان احترام میکنه که اولین نیاگان خودش یعنی پدر خودش دینش خیانت کرد. پدری که با نشسته و با گوشت و پوستش به گوشت و پوست پدر رسیده است، دین همون خیانت کرد، دین همون پدر خیانت کرد. این مگر دین پدر 150 و 200 احترام میگذاره؟ اگر همین نسل شماریم شاید به 150 200 نسل میرسد تا بین این و بین همون چیه زردشتیه احترام میگذاره. آدمی که پدر خودش احترام نگذاشت، دین پدرش که دین نیاگانش اصلا همون دین پدریش همون است. مثلا یا نیاگان فقط همون اونایی که بعد از پیش از اسلام بودند و بعد اسلام دیگه برای من نیاگان نیستن. این منطقی همین است. این منطقش همین است که اونهایی که تو اسلام بودن اونها نیاگانن، اونهایی که بعد اسلام بودن برای نیاگان نیست. از جمله پدر خودش که مولا بوده، خدا رحمت کنه پدرش، هر گپای خدا شده. من اصلا فکر دارم این حق معنوی درباره زردشت و زردشتیت گپ زدن ندارد. چرا؟ چون که اصلا اون منطقه که این مثلا متولد اونجا هست طبق گفتی اکادمیک بابا جان غفورов در کتاب تاجیکان میگن که اون منطقه دایر بودایی بود. یعنی جایی که بت پرستی بود، یعنی بودا پرستی بود، بودا رو میپرستن و دایره بودایی اونجا بود به حکم نزدیکیش به حدود افغانستان و به اون طرف به هندوستان و دیگر از اونجا دیگه که همین چه موند اونجا، یعنی که هیچ وقت مردم زردشتی نبودن یا زردشتی باشن اقلیت بودن، اکثریت در دین بودایی بود. این اگر نیاپرست بشه باید که به اون نیای بود پرستی خودش یعنی که بودایی خودش باید بازگردنده به دعوای زردشتی. ببینید آمده به قرآن هجوم دارد. من برای توضیح یک چیز پیشکش میکنم طالباکوف. ببین یعنی که تا چی درجه مثلا دین ما مستحکم است، تا چی درجه مسلمانان مثلا در کتاب خود در قرآن خود باور دارن که ببینید همین مستحکمیه دینی وای نداره. باید به این حجت مراجعت کنیم که اثبات میکنه که قرآن دهان به دهان هم به طور نوشتاری هم به طور شفوی به ما عمدرسته است. ببینید اینجا ما یک سند برای شما، سند قرآنی که از چی گرفته شده؟ از استودای بالا. مثلا میگه که فلانی استراوشنی. ببینید اینجا من میشمارم یک یعنی که شخصی بین شخصی که چی میگیرد اجازه قرآن میگیرد تا پیغمبر. اینجا چخیلی در عکس دیده ایستاده. اینجا همون شخص چیزی سرخ هر یک نفر در نظر دارد. اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 هست تا حفص از عاصم 17 هست. حفص از عاصم بین حفص یعنی که حفص از عاصم 17 می شود. عاصم از عبدالرحمن ابن سلیمی میگیرد، عبدالرحمن سلیمی از علی بن ابی طالب میگیرد. یعنی 19 نفر است بین شخصی که در عصر ما حاضر زندگی میکند خیلی همین نشون دادیم و بین پیغمبر 19 شخص است. نامش معلوم است، کی است معلوم است، در کجا بود، در شده است، همش معلوم است. من اینجا برای طلبه شرط میگذارم که تو یک همیخ سند بیار که از همون یگون زردشتی بگذار تاجیک نه ایرانی که در یزد از یا که زردشتی که در هندوستان هستند، یک سند باشد که تو زردشت رو یک سند، نیم سند باشد مالش تو زردشت نه تو دور ساسانی رو مالش بگذار. باز پایین‌تر میفرم تا ساسانی تا عصر همین مثلا عباسی که اونجا دیگه کتاب نویسی زردشت زیاد شد. هیچ وقت افتاده نمیتونه با میبود خودش با قرآن مقایسه میکنه، با قرآن زیر سوال میبرد. این میاد روایت پیغمبر زیر سوال میبرد،
قرآن زیر سوال میبرد، مقدسات زیر سوال میبرد، در حالی که خونه شیشگین خودش خبر ندارد. میگه که ما زردشت رو میبینیم. زردشت کی تولد شد، در کجا تولد شد معلوم نیست. آیا پیغمبر است یا نیست معلوم نیست. یعنی زمانی تولدش ببینید از 600 سال تا 6000 سال دعوا دارن پیش از میلاد. یعنی انسان چنینی چه پیغمبر میشه؟ تو این نمیدونی. لیکن از طرائف و لطیفه های همین دین همین است که اینها روز تولد زردشت نمیدونن، لیکن سال تولدش کجا تولدش نمیدونن. میگن که 6 فروردین 22 مارس تولدش است. روز تولد معلوم است. کجا تولد شد؟ کی تولد شد؟ کدام سال تولد شد؟ هیچ خبر نیست. که میخودین به دروغ بودن این قصه دلالت میکنه. اما جای تولدش ببینید این از طرف هم فلسطین سر میشه، تو اون طرف یونان میبرد، اون طرف با آذربایجان میبرد، گشت ایران میبرد، منطقه کردنشین ایران، کردستان ایران میبرد، به این طرف میرود تا بلخ نمیدونم کجا بود، بالا میرود بدخشان و با این طرف میرود طرف مسجد، به اون طرف میرود طرف خوارزم. همه تولدگاه زردشت است به دعوای اون. یعنی این اصلا این انسان شاید که اون اسطوره باشد که در چین چند جای دنیا تولد شده باشه. هیچ که نمیدونن. نه سال تولدش میدونن، نه جای تولدش میدونن. یعنی به یونان هم یعنی که دعواش دیگه است که گویی در یونان هم تولد شده باشه. در فلسطین هم تولد شده باشه. خب در معنای خود نامش هم معنی زیاد است. آرامگاهش میگه که در آذربایجان است، بعضی میگن که در بلخ است. یعنی شخصی که این چنین بیوگرافی دارد چه تو پیغمبر میگیره؟ ما باز تاکید میکنیم که ما این کار نمیکنیم که از مردم فارس پیغمبر بوده یا نبوده. ما مثلا شخصا باور دارم که از همه قوم خداوند پیغمبر فرستاده، از جمله فارس ها. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه میگه الله تعالی، یعنی به زبان همون قوم و پیغمبر فرستاده. لیکن این زردشت است یا نیست خدا میدونه. این زردشتی که این خیلی بیوگرافی دارد نامعلوم مثلا. ولی با مثلا دلیلش هم میاریم که چرا این دین مثلا چی نیست. بگذاریم به کتاب اوستا، چون این بخواد اوستا به قرآن قیاس کنه. اوستا مقدس میگه قرآنی که مثلا به این قدر محکمیت برای ما نقل شده است، سندیتش سندیت عالی هست. تا حالا ما میدونم که از کی گرفتن تا پیغمبر رفتیم، استادای خودم میدونم. این میدونن استاد خود چی که از کی اوستا رو گرفتن، مثلا به شکل شفاهی یا به شکل خوندن مثلا. نمیدونید نیست. چه خیلی میبود با قرآن مقایسه میکنید نیست. ژان کلنز این یا عالم خاورشناسی چی است، اوستا شناسی مثلا ایران شناس است. ببینید درباره همین گاتها چی میگه. این سالها 10 سالها عمرش در همین چی اوستا صرف کرده. میگه که تا حال نیمی معنای اون گاتها رو ما نمیدونیم که چی است. گات همون گپایی که از زردشت است، یا اینکه اون چیزی که به زردشت نازل شده است. بدون که نیمی معنای و این ندونه که چه خیلی دین بشه، مردم چه خیلی تطبیق میکنن در حیات خودش، بدون که معنای و معلوم نباشه برای ما. یا در جای دیگه جمله زیبا میگه در کتاب مقالات درباره زردشت و دین زردشتی صفحه 41 تالیف همین آدم است، میگه که مترجمان گاتها ذهنیت خود رو به این کتاب تحمیل میکنن یا تحمیل کردن. دیگه اون چیزی که در ذهن خودش هست، آرمان هایی که هست، همون رو در ترجمه کتاب در آوردگی که باید دروغ است، همون چیزی که خودش میخواهد بیند، همون صورت درباره زردشت ساخت، صورت درباره اینکه تصورات درباره زردشت پیدا کرد، همون بالی گاتهای وقتی ترجمه کردن بالی همون تحمیل کرد. یه مقایسه دیگه از ادوارد براون، اینم یکی از خاورشناسای ایرانی است، درباره قرآن و درباره چی میکنه اوستا. ببینید درباره قرآن و اوستا یادم یک جمله جالب میگه. این کافر از خودش مثلا یک خاورشناس انگلیس از میگه که هر چه بیشتر به مطالعه قرآن بپردازم و هر چه بیشتر برای درک روح قرآن کوشش میکنم، بیشتر متوجه قدر و منزلت اون میشم. اما بررسی اوستا ملالت آور و خستگی افزا و سیر کننده است، مگر اینکه به منظوری با زبان شناسی یا علم اسطوره، یعنی که افسانه گیریم خیلی میشه استفاده بریم که قرآن که مقایسه کنیم همین شکل میگه. اینا گپی مسلمان نیست، اینا من خیلی در اکران دیده شده گپی یک انگلیس است. انا اکنون میگذاریم به نقطه اساسی. بیاید همین اوستا را چهلی که خودی همین زردشتی ها بر ما پیشکش میکنن بیاید بررسی کنیم. مثلا اینا دعوا دارن که کتاب اوستا وقتی نوشته شد 2 نسخه نوشته شد و یک نسخه اوستا در 12,000 پست گاو نوشته شده است. مکاز این حساب متمتیکی بکنیم موضوع. یک نسخه در گوند شاپرگان بود، یک نسخه دیگر در شهر استخر بود. این در کتاب دانشنامه مزدایسنا که این انسیکلوپدی دینی زردشتی است. نه جهانگیر اوشیدری نام همون وایشون نوشته که موبدی که همین عصرش زنده هم باشد تا حالا. که این انسیکلوپدی
از 155 کتاب جمع آوری شده است. اغلبا کتابای همون زردشتی است. ببینید میگه که اینجا با خط سرخ آوردیم که میدانی که اسکندر کتاب دینی ما 12000 پوست گاو بساخت به استخر و چی با خط زرینه که خط طلایی می اواسط. الان تصور کنید که غوثی پوست یک گاو 1 میلیمتر مثلا. یکی من در اینترنت دیدم، گفتم در اینترنت من که هم غوثیش کمترین این 1.2 میلیمتر است. تو 4 میلیمتر میشه غوثی پوستی گاو. اگه 10 پوست میشود 2 سانتیمتر. 100 پوست میشود 20 سانتیمتر. 1000 پوست میشود 2 متر. 10000 پوست میشه 20 متر. خب 12000 پوست میشه 24 متر. یعنی کتاب غوثیش 24 متر میشه. 24 متر میدونه چند اتاجه میشه؟ خونه 8 اتاجه. 8 اتاجه. اگه طالبا جواب ده که کتابی که اینکه غوثیش و بزرگیش با 8 اتاجه برابر است. و کتاب چه خیلی میبردن، چه خیلی میخوندن. این ناگفته از اون که اینا با خط زرین به طلایی نوشتن. اگر هر یک صفحه اون مثلا راو که مثلا 50 گرم طلا باشه، راو که 100 گرم طلا نوشته شده در بالای باشه. 100 گرم طلا چند تن طلا میشه؟ غیر از خودی همون پوست وزنیش این پوست دیگه وزنی طلا یعنی علاوه میشه. اینا بردن و تنقلش و این طرف بردن و کشوده و رق زدن و چه مجلد کردن، چه رسمون و چه کردن که یا 50 متر چه گذروندن مثلا با هم بالاش چه از هم اونجا در کجا حفظ میکردن، در کجا نگاه می‌داشتن این کتاب. باز وای میکنن که اسکندر یک چه سوختش همراهش برد. انتظار کنید اسکندر اومد یک کتابی که برابر با 8 اتاج خانه است. همون کشور که رفته تو و برای چند تا گوشتور در کارو برای چقدر عربه در کار است که کشور کار برابر میشه. این چیز اگر این معلومات در همین کتاب انسیکلوپدیاشون نمیشد من نمیگفتم چه. انسیکلوپدیا یعنی که اصلا چی است؟ یک جایی که بعد از تحقیق همون در چی معلومات اون مردم پیشکش میکنن، همین دانشنامه. بنابراین ما از محترم کتابخانه رقم اول تاجیکستان میپرسیم که این چی جواب میگه برای مقصد مردم، چی جواب میگه برای مردم، خیلی به این شکل کتاب میشه. یا تو اول خونه خودت ببین، اول خونه شیشگی خودت اول اصلاح کن، بعد بیا به دیگه دین ها هجوم کن. با خودش میگه که من دین شناس هستم، لیکن فقط کینه و عداوتش نسبت اسلام و مسلمین است. یگان نوار درباره نه مسخره کردن بودایی هست، نه درباره نصرانی هست، نه درباره یهودی هست. چیزی میگذارد علیه مسلمین است. یعنی گویا که این چیز همش هدفمندانه هست. این گویا که یک پروژه هست که برای خاطر مردم چی از در دل مردم رمزی اسلام شکستن، رمزیت اسلام شکستن، رمزیتی مثلا مشایخ اسلام و علمای اسلام شکستن گویا که اون داشته باشه.